ایران جایی است که حق تدریس یک استادیار دانشگاه ساعتی 100,000 تومان، ولی کرایه الاغ در امامزاده داوود ساعتی 200,000 تومان است. ایران جایی است که ورودی‌های پاسارگاد در روز 7 آبان بزرگداشت کوروش را بر روی مردم می‌بندند، ولی برای 29 دی مردم را تشویق می‌کنند برای حمایت از غزه به خیابان بیایند. ایران جایی است که آریو برزن آخرین سردار هخامنشی را نمی‌شناسند، اما امثال مختار ثقفی که به ایران حمله کردند را به نیکی به یاد می‌آورند. ایران جایی است که با وجود تمدن 7500 ساله تا حالا یک فیلم خوب از این تاریخ نساختند، ولی از اعرابی که باعث کشته شدن هزاران ایرانی شدند فیلم‌های پرهزینه می‌سازند. ایران جایی است که نام‌های آریو برزن، سورنا، یوتاب، کاساندان و غیره را بر روی فرزندانشان نمی‌گذارند، ولی نام قاتلین ایران را بر روی فرزندانشان می‌گذارند. ایران جایی است که بنز و کادیلاک را آتش می‌زنند، ولی الان التماس پراید 400 میلیونی را می‌کنند. التماس تفکر.